السلام علیکم برادران عزیز. این برادر در سپارزال وقتی ترنراف غلطیده در گردنش لط خورده و دست و پایش در کار مونده است. برادران عزیز، این برادر را دستگیری کنید تا که به پا خیزد و پیش پدر و مادرش سالم و سلامت برگردد. برادران عزیز، کارتایی که در روی اکران دیده ایستاده به نام خود همین برادر بوده و نمره تلفن دخترش و نمره تلفن های برادرش را در روی اکران میمانم. میتوانید زنگ زنید، باوری حاصل کرده کمک خود را رسانید. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. Всем салам. Хочу познакомить вас с Азбеком, брат из Таджикистана. На соревнованиях по борьбе повредил себе, точнее, позвоночник. Ноги не работают, руки еле-еле наполовину. Ребят, кто может, помогите финансово. Всем рахмат. ассалому алейкум бародарони азиз. Ҳамин бародари мо Эшов Авазбек Шамсиддинович, ҳамин дар шаҳри Санкт Петербург дар баъди кор спортзал рафта, дар спортзал травмаи шея, ҳамун гардан қапидагия. ҳамун худо ба шукр ки ҳамиқа раҳм када як моҳ дар реаниматсия хов када ҳоҷи ҷавоб дадам хонада. мо ҳоҷи договориться кардем ки дар шаҳри Санкт Петербург, курортный город Сестрорецкда, онҷа перевод кунем. касе илоҷ дора, ёрдам кунетон. бародаро, касе илоҷ дорен, ёрдам кунетон. ҳамун баъди травма, ҳамун худаш шеяш камтар баъди операция нағз гузаштагӣ, накин дусташ почаш кор накардестай. врачо гуфтестай ки и полный реабилитация гиранд. баъди реабилитация 3 моҳ 4 моҳ иншоаллоҳ нағз мешаванд. бародарони азиз, касе илоҷ доранд, ёрдам кунетон. касе илоҷ доранд, ёрдам кунетон. бародарони азиз, ин ҳамҷа номер карта, номер телефона мепартоем. касе бовар накунанд, ҳамин номер телефон када уточнит када бипурсанд любой документе ки бипурсанд, мода ҳаст. ҳама документҳое ки больницада чанд рӯз хоб кардагиай, чӣ хели диагноз мондагиай, ҳамаш ҳаст дар дусти мо. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چیزی که از دارندگی خودتون در راه خدا میبخشه، هر چیزی که به خاطر خدا میبخشه، رب العالمین میگه او را آخر در نزد پروردگار رفته پیدا میکنه و از خود میکنه. یعنی که اون ذخیره آخرت شما میشود. به تعبیر شیخ عطار میگه هر چی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. هر چی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. هر چیزی که در راه خدا بخشیدی، همون چیز برای تو برادری عزیز میمونه. اما او چیزی که از تو در دنیا بعد مرگت میمونه، او برای تو بلای جانت هست. به چی خاطر؟ به خاطر که در نزد خدا خیزانده و پرسیده میشوی. محنت کردی، عذاب کشیدی، بیخوابی کشیدی، رنج دیدی، جمع کردی، اما وارث گرفت استفاده برد، به طور حسرتش ماند، چون که در راه خدا صرفش نکرد. به این خاطر انسانیت باید این چیز دارندگی که خدا داده استش حرکت کنه که یک گوشش در راه خدا استفاده ببره، در راه خدا ببخشه. انسان‌هایی که یعنی فقیر و کم بغل و مسکین و محتاج هستند، اونها را دستگیری کنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی اهل اصحاب وصف میکنن، چقدر میگن جواد و کریم بود. یکی از خصلت‌هاش محمد کریم است، محمد بخشنده، همت بلند.
روزی میگه کدام وزیر بود، کدام امیر بود، برای حضرت میگه بسیار یک جامعه زیبای فرستاد همچون هدیه. جناب پیغمبر خوشون نداشتن، میگه یک کرته ثانی در بدن بود. اون جامعه را وقتی پوشیدن بسیار زیبی. در نزدشون یکی از غلام ها بودن، گفتن حضرت این جامعه شما بسیار زیبا هست، بسیار شما را زیبیده است، چی میشید که ما همچنین جامعه می داشتیم؟ میگه وقتی این سخن گفتن جناب پیغمبر در حال از بدن بیرون کردن، میگه در تن اون غلام پوشاندن، تن این چیز به شما را بسیار زیبیده است، نصیب شما بود. در اصل این همت بلندی بود. در او دور زمان اینها نبودن، اما همت بلندی پیغمبر بزرگوار بود که به یک سخن وقتی او آرزو کرد حسوس خود در حال یعنی با کریمی و بخشندگیش برآورد در تنه اون غلام پوشاند. در روایت دیگر میگذرد که روز پیغمبر بزرگوار در خانه‌شون نبودند، یک گوسفند هدیه آوردن، حضرت عایشه مادر میگه پاره کردن، یک حصه‌اش در خانه گذاشتن، دیگر در مسکین ها و کم بغل ها صدقه کردن. وقتی جناب پیغمبر آمدن حضرت عایشه مادر پرسیدن، گفتن یا رسول الله شما نبوده یک گوسفند هدیه آوردن، یک حصه‌اش باقی گذاشتم برای خودمانو، دیگر در کم بغل ها تقسیم کردم؟ پیغمبر بزرگوار گفتن ای عایشه او چیزی که باقی گذاشته این باقی نیست، گفت این من خودت میخوریم ادا میشه و میرود، اما او چیزی که در کم بغل ها بخشیده او باقی هست، او را به آخرتی ما را گذاشته، او ما را دستگیر و فایده میشه. یعنی چیزی که برای من خودت مانده است میخوریم، استفاده میبریم، ادا میشود، خلاص میشود، اما هر چیزی که در راه خدا بخشیدی او چیز به آخرتی ترا میماند، او چیز دستگیری روز قیامت تو میشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت میفرمایند که این الصدقه تطفئ غضب ربی، صدقه یعنی سخاوتمندی این یک اسباب و یک آلت هست که وقتی انسان در راه خدا میبخشه رب العالمین غضبی اگر غضبناک باشه در بالای این بندش غضب پروردگار پس میشده، یعنی که غضب خدا را سخاوتمندی صدقه کردن از بالای انسان دور میکرده و میتتسو و یعنی بدبختانه مردن یا اینکه بی ایمان مردن یا اینکه روسیاه و گناهگار مردن از بالای انسان سخاوتمندی دور میکرده. یعنی که انسان سخاوتمند که هست این نشانه یعنی جنتی و نشانه خوشبختی و نشانه بهشتی بودن و شخصیت است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که و صدقه برهانون، گفتن صدقه یعنی سخاوتمندی این یک دلیلی هست، یک برهانی هست که در روز قیامت وقتی رب العالمین میپرسیده بنده را که آیا تو ایمان کامل داشتی، آیا تو گفته های من قطعی باور داشتی، این انسان این سخاوتمندیش حجت و دلیل می آورده است، چون که بخیلی فعل دشمنای خدا هست. انسان این همت بلندیش دلیل می آورده است، میفته ای رب العالمین این حجت و دلیل من که الحمدلله رب العالمین که من گفته ای تر به جا می آورد، من باور داشتم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یعنی از سخاوتمندی صدقه کردن ماه رمضان پرسیدن، جواب گفتن که افضل الصدقه فی رمضان، تن بهترین صدقه هست که او در رمضان صدقه کرده شود. چی رنگه که در ماه رمضان فضیلت ثواب زیاده است، یعنی نماز تراویح دیگر به جماعت خوانده می شود، نماز سنت در غیر حتی نماز ویتر واجب در غیر رمضان جماعت خوانده نمی توانی، اما وقتی از روی زیادتی ثواب، از روی زیادتی فضیلت حتی نماز سنت تراویح هم به جماعت خوانده می شود. این چنین فضیلت ثوابی یعنی خیر سخاوت هم این چنین است. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که به سوی انسانهای دارنده که شما زکات هاتون در ماه رمضان ادا کنه، چون که یک سومی که در غیر رمضان میدی اگر یک ثواب داشته باشه، یک سومی که در رمضان صدقه میکنی 70 ثواب داره.
70 برابر یعنی ثوابش زیاد می شود. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الصدقه تدفع البلاء. گفتن صدقه یعنی سخاوتمندی بلا را از بالای انسان دور میکنه، یعنی بدی ها را، ناراحتی ها را، مشکلی ها را، مشقت ها را از بالای انسان دور میکنه.